نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، تمام هستیم خراب می شود. خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشد. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد، قوتم بر تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم. خدایا مگذار که ایمانم به اسلام و عشقم به خاندان پیامبر مرا با کسبه دین، با حمله تعصب و عمله ارتجاع هم‌آواز کند. خدایا مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه کس گیر شده است وقاحتش از یاد رفته و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سال مونده باشد بیمار می نماید، مسئول بدار تا به رعایت مصلحت حقیقت را ذبح شرعی نکنم. سر از ظلمت برون آرد شبی مهتاب آزادی،
جوانه پشت سر دارد گل از خوناب آزادی. به نعره بشکفد روزی خروش خواب آزادی، که راهی تا کنون شلاق استبداد نگشوده است، که راهی تا کنون شلاق استبداد نگشوده است. بساط روزه کوته کن گل از خاری نمی روید، ز دامان لکه های ننگ را خونی نمی شوید. به حق بینوایان چنگ ناپاکان چه می جوید؟ بنای مکتب تردید از بنیاد فرسوده است، بنای مکتب تردید از بنیاد فرسوده است. به قلب پاک مادرها هر آن کو داغ ماتم زد، سرور کودکان ما به تیغ تیشه برهم زد. هر آن کو نان آدم را به نرخ جان آدم زد، همه افکار و گفتارش همه کارش خطا بوده است، همه افکار و گفتارش همه کارش خطا بوده است. به بازار تهیدستان خدا مفروش ناانسان، به زیر خاک با چنگال دین کودک مکن پنهان. به نام نازنین پروردگار عاشق مکش شیطان، که از سویش همه احکام دور از عشق مردود است، که از سویش همه احکام دور از عشق مردود است. بدین گونه نبود است و بدین گونه نمی ماند، رسد روزی که آزادی به سینه گل برافشاند. طناب دار مذهب قامت ما را نلرزاند، به گلها با تبر فرمان روایی کار بیهوده است، به گلها با تبر فرمان روایی کار بیهوده است. هزاران فاجعه با حس شیطانی به پا خیزد، غرور شهوتت را مرگ انسانها برانگیزد. همانا بوی خون از دامنت بر سفره می ریزد، غذایی را که می بلعی به خون خلق آلوده است، غذایی را که می بلعی به خون خلق آلوده است. کلامش سوء ظن دارد خدایی را که آوردی، تو خود صیدی شبی روزی در این دامی که گستردی. تنی گر سرنگون سازی یقین دان سرنگون گردی، شکست تو همکنون بر تن تاریخ موجود است، شکست تو همکنون بر تن تاریخ موجود است. سر از ظلمت برون آرد شبی مهتاب آزادی. جامعه روشنفکری ما در حقیقت صادر کننده بیانیه و قطعنامه است. افعال هم همه مجهوله، چنین باید بشود، چنان باید بشود. کی میخواد اینا رو انجام بده؟ کنندش کیه؟ فاعل شناساش کیه؟ این چنین بشود، آن چنان بشود، این چنین نشود، آن چنان نشود. هیچ وقت نبوده تو جامعه ایران، ما که خیلی ندیدیم، مهندسین ها خیلی بیشتر از ما دیدن، که این جریان‌های در حقیقت روشنفکری اینقدر بی‌مسئولیت باشن. یه وقت از گاندی مسئله مطرح میکنه خودش پشتشه، مصدق مسئله مطرح میکنه، الگوی مصرف ملی رو مطرح میکنه، خودش کم مصرفترین انسانه. نمیشه ما تعدیل اقتصادی رو مطرح کنیم، مردم رو بفرستیم توی گرمابه و سونا، خودمون بریم کنار استخر فربه شیم. مثلا همچین چیزی نمیشه. مردم گاندی جوکی رو دیدن، مصرف و کنار گذاشتن، کالای انگلیسی آتیش زدن. این تناقض در حقیقت تو ایران و در پیگیری خیلی مهمه. وحشت به سلامتی گذشتی، حالا که به سلامتی گذشتی و داری میری به شکوفه ها
به باران برسان سلام ما. حالا که تو رفتی و در نزدیکی اون کسانی که بهشون عشق می‌ورزیدی، اون سیار عشق مزید همینجا تسوس. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. از شادی پرگیرم برسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها سبو بریزم امشب یک سر شوق شورم، از این عالم بودی بودم، از شادی برگیرم برسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها شکنم سبو بریزم. گاهی انسان اون که در درونش میگذره میخواد بیان بکنه ولی نمیشه. ممکنه یک کلماتی رو به کار ببره، کسی بگه، ولی این چیزی که هدفش نیست. من گفتید از خدا یا خاطره ای بگم. خدا همش خاطره بود و کارش، رفتارش، منشش، طرز صحبت کردنش، سخنرانی کردنش ویژه خودش بود و دیدیم که مردنش هم مردن اختصاصی بود. من بارها شنیدم که گفتن که آقای مهندس صحابی خدا رحمتش کنه که خدا بهش خیلی ارادت داشت، خیلی دوستش داشت، خیلی علاقه‌مند بهش بود و میگن گفته بود بهش که تو اعتصاب غذا نکن. یه همچین صحبت هایی میشه. من اعتقادم بر این است که یک کسی که در شرایط ویژه قرار میگیره مثل شرایط زندان نمیشه براش تعیین تکلیف کردش، چون شرایط اون فرد وجود نیاورده. جبهه اصلاحات و کسانی که مدافع روحانی بودند چه قبل از انتخاب او
در دوران پرهیاهوی تحریم‌ها شرکت در انتخابات و چه پس از 100 روز از عمر دولت تدبیر و امید در پاسخ به این گونه انتقادات و در واکنش به مخالفان دولت میگن مسئله اعدام‌ها در ایران بر عهده دولت نیست و در حیطه اختیارات قوه قضاییه است. حالا جدای از بحث‌های مخالف و موافق روحانی و اینکه آیا شخص اسد